زحمت کشیدید خلای زیلال. چی زحمت پسرم؟ دیلا گفت که چند روز از خوراک درست نخورده ای. بده مهمان شده آمدی اما با چه مشکلی های روبرو نشدی. خداوند تو را از ما دور نکند. تو همیشه اینجا میمونی؟ نه، همین که بیماری سرایت گذشت از ده می روم. یعنی که می روی؟ حکومت تو را به جای دیگر روان میکنه؟ نه زیلال خانم، به خانه‌مون می روم. پدرم نیز برای بردن من اومدند. پدرت؟ بله پدرم، از استانبول اومدند. نه خب، خدا از شما راضی باشد. پسرتان به دخترم خون داد، حیات برفینم را نجات داد. فرزند خوبی به وایه رسانیده اید. الها برکتش را بینید. پدر؟ زود با بیرون برا. چی شد دیلا؟ نمیدونم. بخیر است انشالله. اونها کیستند؟ یعنی دخترین او تو هستی؟ منم. برادر نکن، گناه است. او مهمان. تو کاردار نشو. شما بدن داره. نمیدم. کنی زود گفته ای دختر را کن و درون درا. سلاح به دستان آمده. خدایا چی میشود؟ خالای زیلال، تو خودت کیستی؟ خود را کی میحسابی؟ در این مکان ما خوجه این هستیم. میدانی تو بر اینها را چه جزا میدهیم. اکنون دختر چیزی که از غار گرفتی به ما برگردان. نمیدهم. اون داروها را از اینجا گرفته. زود آنها را یافته بیار. در ده بیماری سرایت پهن شده است. داروها با کودکان لازمت به شما نمیدهم. تو با فکرم از جانت سیر شدی دختر. با آقای طاهر یگان گپ نشود. ایستا دخترم ایستا. دیگر تکرار نمیکنم دکتر. زود داروها را بیار. اگر نه اینجا را به خواب یکسان میکنم. کنی پیش درا. راه گرد تویست. خدا من چی کنم؟ پیش درا. تو کستی؟ پدرم. به این طرف گذر. داروها را گرفت. این داروها برای حالی ده. تو کاردار نشو طاهر. من چیزی میخوان بگیرم. کودکان میمیرد پدر. من دکتر. تو در حقیقت از جان سیر شده ای دکتر. کیست آنجا؟ سربازها میان. سربازها زود باشید. چه شد؟ حمله کردن اکای سینو. سربازها و ده در آمدن. حاضر به اینجا می آید. تو خطا نکردی؟ نه، البته نه. بیاید زرد و خورد نکرده رویم. بدین راست میگویم. می رویم. میرویم. رفتیم. زودتر می رویم. رفتن پدر. چیزهایت را جمع کن. از اینجا می رویم. پدر من نمی روم. با رفتن حق هم ندارم. مگر نمی بینی که در این دیه زیستن چقدر خفناک؟ پدر اگر روم از بیماری آدمانی زیاده می میرند. تو خدا چی؟ زنده ماندن را فکر نمی کنی؟ آنها علکه مرده حساب می شود. یا اینکه جهنم از اینجا فرقیت دارد؟ آقای طاهر خوب هستید؟ خوبم دیلو، نترس. می توانی روی. داروها را بردند؟ نبردند. این آقا کیستند؟ پدرم.
پدرتون خوش اومدید. طاهر تو یگان جای زیست داری؟ بله دارم. خدا رو ناراحت میکنم، مرا به آنجا بر. و شما چی شد پدر؟ حالتون خوب است؟ نه کمی دراز کشیده استراحت کردن میخواهم. پدرم رو به جای زیستم برده برمیگردم. مالش آقای طاهر پسرم، تو چرا انتظاری پیش درا؟ سلاح به دستان رفتند. شکر خدا یگان تلفات نشد. این بگاه نشد، اما فردا آنها برمیگردند. اله حتما برمیگردند. کودک‌ها نمیخورند. آنها خوردند. اکرم رو خبر نکردید؟ در غضب است، به نزدش رفته نمی شود. بیایید امک جان. بیایید اکرم، ما شما رو انتظاریم. من گرسنه نیستم. گلی، این چه چنگ و دود است؟ نفس کشیده نمی شود. نان میپزم برای همین. نان پزیات را مان زدی به هنر. همه جا را دود زر کرد. آخر وقتی نهاری کودکان چی میخورند؟ وقت او را ببینید. باز کفن میگرداند. نان پزی کنی زود بدرون درا. این سحر با پای کم رسید که نان را در گلویم زهر کردید. تو دردی مرا دردی برفین گمان کردی. حامد دعوای خون را فراموش کرده است. رحمدل شده است. خونی پسرت را فراموش کردی ها؟ گپ زن حامد، فراموش کردی. امک چند ساعت که خون میگوییم چی شد؟ کسی مرده زنده شد؟ خون را با خون نمیشویند امک. قریب که برفی نیز هلاک میشد. چرا؟ برای یک خونی کیها ریخته شده؟ زینب خانم معلمه، تو به این کارها دخالت نکن. این معلمگی تو در اینجا نمیگذرد. از این دعوایم هیچگاه نمیگذرم. شاید تو فراموش کنی، لیکن من خونی جانم را فراموش نمیکنم. هرچه از دستم آید میکنم و باز کسی را که به زلال پول داده است مییابم. اگر یابید چکار میکنید اکرم؟ حامد فراموش نکن، کسی که به زلال پول داده است به ما دشمن است. در این ده هر ریشه دشمنان را خشک میکنم. این دیه آرام نیست. آن تروریست ها هر زمان میتوانند برگردند. به من گوش کن، حالا که وقت است بیا رویم. تو بیماری نگذارد نمیروم. دیه رو در این حال پرتوفته چی طور روم پدر؟ چی تو را نگاه میدارم؟ چی تو را با اینجا میپیوندم؟ چی من رو باید با اینجا پیوندم؟ در آمدی گپ گفتم. طاهر، به خانه برنگشتنت را هیچ نمیفهم. من به خانه برگشتن میخواهم، اما از اینجا رفتن نمیتوانم. حق هستی پسرم، تو حق هستی. تو به من نگاه نکن. بیرم از پسی کارشم. طاهر، زنی که دیروز بگاه با ما خوراک آورد زلا خانم. بله، تو را خیلی دوست می داشت است. اول با من نفرت داشت، بعدی نجات یافتنی دخترش مناسبت تمام بهتر شد. تو هم با او دوستی میکنی؟ زن خوب است، عذاب زیاده کشیده است. برای دعوای خون اول شوهرش رو، بعد پسر خردککش برات رو از دست داده است. هنگامی پرداخت نکردن خونبها حقدارها دخترش رو گرفتن خواستند. دخترش خودش رو پراند، باز او رو نجات دادیم. از این سبب از من خیلی منتدار است. نجات بده. این کودکی من را نجات بده. التجا میکنم. را از زبانی
نجفتی و یک گل یتیم خونه سپاره نجفتی و بدبخت. پدر؟ ها لبت پسرم. چی شد؟ بیمار شده؟ نه پسرم، به فکر فرو رفتم. اگر خواهد شما رو با خود برم ده رو دور میزنیم. لازم نیست، من اینجا انتظار میشوم. چی خیلی که خواهد؟ کارهایم که تمام شدن بر میگردم. بعد زود برام میبرایم. میبرایم پدر. شما دیده کسی نو؟ در دهه یکان سرباز را ندیدم. در دهان پنهان شده دام گذاشتن. بله همین خیلی است. لباس هایت را عوض کرده به دهه را بدی و به نزد رئیس درآ. مایلش خوب شده سینون. ما نباید دهاتیان را عذاب دهیم. اکی سینون آخر دهاتیان به قرارگاه ما هجوم کرده. تمام داروباری ها را با خود بردند. اگر آنها را نترسانیم آنها از خود می روند و دیگر ما را پسند هم نمی کنند. دکتر را یافته بیارید. دکتر میگوید که آب از سرچشمه محکم کرده شود. محکم کرده شود؟ تا کی رئیس؟ معلوم نیست. خاموش باشید، خاموش باشید. توبه توبه، از من چی میپرسید؟ انا دکتر، از خودش پرسید. بیماری از آب پهن شده ایستاده است. برای پیشگیری بیماری آب را محکم کردن لازم. خوب میگویی دکتر، لیکن به آب چی خیل زندگی میکنیم؟ ما به آب چی کار میکنیم دکتر؟ من به تو گفته بودم اهالی ده راضی نمیشوند. دیگر چرا نیست برادرها. تو پیدا کردن سبب بیماری آب محکم کرده می شود. از دره هم استفاده نبرید. به چروا هم از این آب ندهید. تو مردم را از تشنگی کشتنی هستی. یک مدت مجبوریم توقف کنیم. پیشگیری نکنیم بیماری پهن می شود. اگر آب را حاضر من نکنیم بیماری را پیشگیری کردن نمیتوانیم. واه چه خیل بیماری بوده است. این ده خشک می شود. به آب چه خیل زندگی میکنیم. با چیزهایی نمیدانستند کاردار نشود. تو هم با عقل بوده ای رئیس. بگه یک کودک گوش داد آب را من میکرده. آب را کشا، بزرگان را گوش کن. صبر کن رافع. نصف کودکان ده بیمار هستند. میخواهی که باز بیمار شوند و بمیرند. این گناه را به گردن میگیری. ما دکتر گوش دهید برادرها. البته او خوبتر بداند. دکتر چیزی میگوید همان را کنید. من با او کفیل میشوم. چیکار کنیم دکتر؟ اول حیوانهای مرده رو برو میکنیم. مجبور هستیم برادرها. رفتیم. هممان این کار را میکنیم. بیاید میرویم. شکر خدا برفینم هم نجات یافت. بعدی تمام شدنی خونبه ها دعوا خاتمه می‌یابد. از آن حقدارهای ظالم خلاص میشوم. بعد دخترم را گرفته به شهر میروم. براتم را می‌یابم. شاید حاضر براتم جوانی زیبا شده باشد. ریزید نغزکک پوشونه. خریده دکتر همه من پرتایم. سلامت باش. نغزکک پوشونه. ریزید خوب شده است دکتر. پوشونه. بسیارتر ریزید. حیوانات را گور کردیم. اکنون آب را کشویم. سراسیمه نشوید. سرچشمه آب در کجاست؟ انا در پس آن تپه دیده ایستاده است. با اونجا میرویم زودتر. بابا در آنجا چیکار میکنیم؟ خودم آن را به دکتر امانت دادیم. اکنون او چیزی گوید آن را میکنیم.
رئیس چی میکنی؟ چی میکنی؟ اخرا برم اونجا برای انتظار شم. وقتم کم است رئیس، زود باید یک چیز رو پرسم. چی رو؟ سربازها در کجای؟ چه سرباز؟ در اینجا یکون سرباز نیست؟ نیست؟ نیست. رده. زبان نداری اما چشمانت همه چیز را میفهمانند. پرسیدنی که او را چخیل مییابم و نزدیک کسی که براتم را امانت داده بودم میروم. قماندان مصطفی، قسم حربیش را میدانم، رفته او را مییابم و از او میپرسم که پسری به دولت امانت دادم کجاست؟ آخر او باید داند. چی نمیداند؟ انا ببین، این عکس را او به من روان کرده بود. پسرم، جگر بندم، جدایی به آخر میرسد، تو را مییابم پسر جانم. رابیه این را چخیل از من پنهانی به آن زن روان کردی؟ اگر طاهر ناخواست به خانه زیلار رفته این رسم را بیند، نه هرچی زودتر باید ما از این دیه رویم. کیست آنجا؟ منم دیلو همشیره. به شما خوراک آوردیم. سلامت باش دخترم. شما در بیرون نشسته خوراکتان رو خورید، ما حجرتان رو تازه کرده میبرویم. بعد از این زحمت ها آقای طاهر استراحت کنند. زحمت نکشید، ما میرویم. آقای طاهر هم میروند؟ بله، کارش که تمام شد با پسرم به خانه برمیگردیم. شما کارتان را کردن گیرید، من خوراکم را خورده کمی سیر میکنم. یعنی میرود. انا اینجا. سرچشمه آب انا همینجا پسرم. سرچشمه تنها همین است؟ سرچشمه یک تاز آن همینجا. هوا صاف و تازه. لیکن زهرالود، آن رو چه تازه میکنیم؟ باید تازه کنیم رئیس، تازه میکنیم. برای تو خیلی زیق شدم برفین. نمیدونم آیا من رو میبخشیده باشی؟ تو یگان گناه نداری، لیکن میدونی که من به این کار هیچ راضی نمیشوم. حق هستی برفین، تو کاری درست میکنی. سلامت باشی. اگر تو نمی بودی حالا من زنی رافی می شدم. خدا شفا دهد برفین. میدونم که من رو گناهکار می حسابی. باور کن این خیلی شدنش رو نمیخواستم. یافتم. در درونی آب یک سگ مرده آب رو زهرآلود کرده است. با عیب این سگ لعنتی اینقدر دواده. حیوانی بیچاره از روی بوته راز به درون آب افتیده مرده است.
اکنون چیکار میکنیم دکتر؟ سگ رو از اینجا میبریم رئیس. بعد این جایها رو دارو میکنیم. برای گور کردن حیوان چقری و کم دارو لازم است. کنی رو رئیس رو. ما تو یاری هم پسرم. لازم نیست. تشکر بابا. کنی مته نوش خنک نشود. مته تو تاب داری مته؟ تبت خیلی بلند است. و تو چی شد جونم؟ من رفته دکتر جغ میزنم. ایسا من زود رفته میایم میلش. خدایا من چه تو را اینجا مونده روم. کنی میده کوشش کن از جویت خیز. کنی ها کنی من را دور خیز جونم. اگر آقای دکتر نمیشد نمیدونم چی کار میکردیم. خدا از راضی باشد. راضی باشد؟ حیاتت را نجات داد، خون بها را داد. دختری خوب بوده است. تو چی حال داری دیلا؟ حتی سلام نمیدهی؟ خفه نشو قیزبان، وقتی با تو گپ زدن ندارم. خدایا توبه. از من پنهان میکند، گویا که من نمیفهمم. قیزبان خدایا توبه. من چی گفتم؟ توبه. خدایا خداوندا. بیرون از ده در جایی که آب نمیگذارد سگ رو گور کن. خوب شده است دکتر. زود باش بر این را. بدیه می آید. در ده سرباز نیست سینون. سرباز نیست؟ زنها آمده بودند. این ناممکن است. من سربازان رو با چشمانم دیدم. آنها باید در ده باشند. رئیس نیست گفته باشد نیست. رئیس دروغ میگوید. مردم به کمک سربازان 40 بغار حمله میکنند. خلاصی گپ سربازها نیستند. مردم ده را آن دختر اغوا داده و شور میانداخته است. رئیس همین خیل گفت. آن دختر؟ بله. دو کودک را نجات داد گفتند تاج سر کردند. او را بسیار حرمت میکنند. بیایید. تو با ما نمیروی یلماز. رفتیم. کنشینید. گوش کنید. جزای آن دختر را دادن لازم. بله سینان. شبانه حمله میکنیم. شب را انتظار شدن شرط است. در روزی روشن؟ بله. بگذار باقی کار داشتنشان را دانند. برای عبرت گرفتن دهاتیان دختر را در میدان ده تیرباران میکنیم. سرچشمه رو دارو کردن. 2-3 روز از این آب استفاده نبره. یعنی تو تماما نیست شدنی بیماری؟ بله در 2-3 روز به‌ضرر میشه. خدا از راضی باشد پسرم. تشکر. تر شده ای خواهی پیش رو. نمیشوم. بیمار نشوی. هوا گرم است در راه خشک میشوم. یعنی که حاضر بر راه میبروی؟ بله میبرویم بابا جون. چی حال دارید مکروفه؟ خوبه. پریشون می نمایید؟ مرا به حالم گذار قزبان. بسیار زخم نشید مکروفه. خواتیر هم نشوید.
رفته دیدم. برفین خوب است. جراحتش خوب شده است؟ خوب است خوب. خدا عمری دکتر رو دراز کند. هم برفین رو تبابت کرد هم خونبه ها رو خورد. انسانی خوب بوده. تو چه ها میگویی قزبان؟ یعنی من گفتنیم که باز من رو نادرست نفهمید. من گفتنیم که خیر سلامت باشید. دکتر جواب این گناه‌هایت را میدهی؟ با یگون چیز دست نرسون. تو در برم باشی بس از دو درکم. کنی بشین. با شما چی شد آبا جون؟ خوبه؟ خوبم علی خوبم. با فکرم چند رو نفس کشیدم. زینب پدر دخترم، شما در اینجایی؟ یک آمدم تو رو خبر گیرم گفتم. مکتب رو بوچین کردنی بودم. اویا تنها آزودهش میبروی؟ تنها نیستم، علی همراهم. صبر کن، من الوا و سعید رو میفرستم. رو به چین میکنن، تعمیر میکنن. مایلک دخترم. پدر علی رو میخونونیم همینطور نی؟ میخونونیم، البته میخونونیم دخترم. مادرت همین رو میخواست. گوش کنید، بیمار دارم. التماس کمک میکردید؟ خدایا توبه، مرا نشونید. این پدری دکتر با فکرم گوشهایش وزنی دیروز هم نشونید. آمده تو رو تا نقطه ایتی خیل برم نمیدونم. شاید به خونه خودم برم. رفتیم مته. دیلا برفین؟ تو چرا با پو خیستی؟ کوکوی جراحیت کنده می شوند. تو مرا مانو از خودت حرف زن. بخیر است؟ این چه حال است؟ هیچ گپ نیست. مگر من از تو یگون سری نهانی دارم؟ کنی گپ زن، چطور این خیلی غمگین کرده است؟ آقای طاهر امروز می رفتند. خیر بچی، او از اول می رو و می گفت غمگین نشد، دکتر دیگر می آید. یعنی یک دهه کلان رو به دکتر نمی گذارد. دیلو یا این که تو کاش که نمی رفت. کی می داند، شاید او هم تو رو دوست می دارد. تو دختری خوب هستی، باید تو رو دوست دارد. به فکرم دلی او هم به تو میل داره، شاید در اینجا می ماند. من رو مسخره نکن برفین. من یک همشیره دیهاتی، او باشد یک جراحی کلان، مگر در اینجا می ماند. چرا این خیل می گویی؟ من هم یک دختر دیهاتی هستم، اما من یلمز رو بین. به فکر تو یلمز همه رو باید دوست ندارد. لیکن این کار دل است و هر کار شدنش ممکنه.
دیلو به نزدیک از یولمز یگان خبری گرفتی؟ نه، چند وقت است که از او خبری نداریم. اگر واقعه های به سرت اومده رو میفهمید خیلی ناراحت میشد. بله حق هستی، لیکن نفهمد خوبتر است. به این هم در غریب است، مشکلی زیاده دارد. باز غمی من به او بار نشود. کنی از پس من بخیر است بیدی؟ بدیه ها هجوم میکنی. بدیه ها؟ سال تو من هم میروم. تو نمیروی. چرا؟ خینان تو را نوادار ما. کجایی پسرم؟ زود بیا. آقای طاهر، آقای طاهر. به فکرم نیست. پدرشون اینجا بودند. در کوچه ما خورده. به فکرم او بود. رویم نگاه نکرده گذشته رفت. شاید به نزد آقای طاهر رفته بعد به روح بر اومدن. نه، او با ما خداحافظی نکرده نمی رود. او در دیها. حاضر میفهمیم. من کلید دارم. کنی کشو. نرفتند. آخر به تو گفتم او با تازه کردن آب مشغول. بله، کی میوین معلوم نیست. لیکن حالا چیکار کنیم دخترم؟ حالتی میته خیلی وزنیم. شما به خانه روید. من باشم داروها رو گرفته میویم. میلش دخترم. آخر به دست زلال میافتم. که را نگذاشته تاریک بشود. این بیگاه مهمانی من شو پسرم. هم با پدرت شناس میشویم. خوب میشد، لیکن پدرم میخواهد که زودتر رویم بابا. کاش هیچگاه نمیرفتی. اما بود داشته نمیتوانم. نه خداحافظ بابا ابراهیم. راهی سفید پسرم، راهی سفید. زودتر. تو در اینجا انتظار میشوی. حمیدی خوب شده است. شما هر دو در درآمدگاهی ده هستید. یگان کس ندراید و نبراید. باور کن من یگان گناه ندارم. صد راهی دکتر شدم اما گوش نکرد. مردم را گرفت و به طرف غار رفت. شهباز با این کارها شوخی نکن. اگر خواهش کلانهایمان را به جا آورده نتوانی خودت را یک طرف گیر. آنها از این وضعیت شاد نیستند. کلانها را حرمت میکنم، لیکن بیهوده گپ نزن و بگو که چرا این دیه تا حال به ما اطاعت نمیکند. چند وقت شد رئیس خودش چی گپ؟ مردمی عادی سر برداشته به ما حمله میکنند. باور کن همش از روزی آمدن دکتری نو است. رامان رئیس حالا هم نفهمیدی؟ بدان که حساب از گمانی کرده خیلی کلان است. کاری به تو فرموده را میدانی.
با چه راهی که نباشد مردم را میترسانی. لیکن در دیها فرزندانمون رو بدین و به ایمان گفته دوست نمیدارن. باز این خیل کنیم؟ انا همین خیل میکنیم. آنها را خوب میترسانی، بعد به آدمان ما زود اطاعت میکنند. اول مرا دوست نمی‌داشتند. حالا باشد رفتنم رو نمیخواهند. زود باش پسرم، تیار که شدی به راه میبریم. خوب شد است پدر. اول دستوریم رو شویم مایلش. خب تو دستورات رو شو، من لباسات رو جمع میکنم. زود باش. زود باش، زود باش. زحمت کشیدید پدر. زود باش میگم. در پیشانیش یک مشت زدن لازم. به سرمون بلا نآورید که عیب دکتر نیست. بیهوده دشمنی دکتر شده. شاید زلال خودش از او پول خواسته باشد. عیب دکتر چی؟ بله حامد، بله. به فکر تو گناهگار تنها منم، دیگر کسی گناه ندارد. ایمان دکه اکه حامد من وقت میگفتم ناگاه دیدم که سلاح دستم بدهی همه درویم. چه میگویی؟ چه گپه شده است؟ در این وقت نمی آمدن. باور کنید حاضر از اینجا میگذارم. اکه یک رفته بینیم. این رفتیم. در حقیقت آنهایند. چرا آمدن؟ چه میخواهند؟ نمیدونم. پدر یک به نقطه تیبی میداریم. با دیلو و برفی خیر و خوش میکنیم. زیلال خانم همانجاست. پسرم دیر میشود. هوا تاریک نشده، از این دیها باید برای خیر و خوش نکنیم خوب نمیشود. هیچ گم نه پسرم. نامه مینویسی. زود باش میرویم. به راه نبرآمده شما را یافتم. چی شد بابا ابراهیم؟ گوش کن پسرم، بعد کارهای در اینجا کرده‌ات خلق دهت رو خیلی دوست داشتم. به رفتنت راضی نیستند، میخواهند که در دهت دائمی بمانی. سلامت باشند. اما من به اینجا همچون مهمان آمدم، باید برگردم. اما از روی شنیدم پسرم را در دهه آنقدر خوش نپذیرفتند. شما حق هستید، خطابی ها بودند. اقلا این بگاه صداقای دکتر شما را یک مهمانداری کنیم. بسیار میخواستیم، اما در خانه مادرش ما را انتظاری میکشد. هرچه زودتر برایم خوب میشود. با اجازت شما ما میرویم. چه هم میگفتم اختیارتان. خدا از همتان راضی باشد. راه سفید دکتر. سلامت باشید. سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ. سلامت باشید. خوب در امان خدا دکتر. خیر. خوش بمانید. سلامت باشید. در امان خدا. خیر. خوش بمانید. نه صبر کن. با خیر است حامد. صبر کن. سلاح با دستان به نقطه ای در آمده. چی؟ مرا میکوبند؟ زود باش طاهر، میرویم. دیها یک راهی برآمد دارد. لعنتی ها در آنجا هم ایستادند. گویا اون راه با کوه برآمده میتوانیم. سراسر نشده. حالا از که دیها را نظارت میکنند.
بشود. چی خبی ساده ای؟ گفتن میگویم گفتن. دکتر کجا؟ با خدا نمیکنه. شما را به کم میترارم. اگر نه حالتون بد میشود. گفتن احمد. بگوی دکتر کجا شد؟ چی زبان رو خورده ای؟ احمد از تو میپرسم او کجا شد؟ کجا رفت؟ که نمیدانید گفت زنید نمیدانید. بابا ابراهیم آنجا چی گپ رمزی؟ زیر هر سنگ رو میکوبم بابا ابراهیم. یگان کس از دهاتی ها گپ زدن. مردم سی رو نگاه میدارن، گپ نزدن، اما اونها عذاب شکنجه میدهند. با اذیت و ظلم به مقصد نمیرسم. ظالمان. ایستا نجوم، ایستا راهگرد گفتم راهگرد گذار سود. کریستوتر ای طرف داره بود باشه. گپ زنید، گپ زن. دکتر کجا؟ احمق باز از ما میگویدی؟ چی از ما گریخته میشود؟ ابله گپ زن. تو از من پنهان میکنی لعنتی. دکتر کجا؟ اینها کنی گپ زن. آخرین مراتب میپرسم در کجاست. گپ زنید، پنهان نکنید. گپ زنید احمد ها. البته خانه رو میکوبند، اما اینجا بی خطر است. اگر اینجا را هم کوبند شما خواطر نشوید. اگر به تخانه فرایند شما انا به اینجا فرایید. آنها اینجا را نمیکوبند. بعدی درش را پوشیدن ما یک چند کنده را از بالایش میگذاریم. نترس دکتر نترس. تو با آدمان اینقدر نیکی کرده ای که خداوند تو را در پناهش نگه میدارد. در پناه خدا باشی. چیکار کنیم؟ بدر اینجا درمانی. بگذار از اینجا روند حامی. آنها در ده مهمانند. جان آنها به ما امانت است. من دشمنم را در خانه‌ام پنهان نمیکنم. آن دکتر را از گوشش گرفته به آنها میسپارم. این را فهمیده گیر. اکا دکتر پسرم را از مرگ نجات داد. کسی با دکتر دشمنی کند او دشمنی من است. این به شما هم دخل دارد اکا. چی شد پدر؟ هیچ گم. با فکرم اما کم یک روی میکنند. این باری اول نیست دخترم. منم زینب. به شما نان و آب آوردم. سلامت باشی. اما حالا ما در فکر این نیستیم. شما رو میفهمم. به هر حال تشکر. صد افسوس. برای بعضی اینقدر خوبی هایتون با این حال گرفتار شده. کاش بر وقتتر از این دیه می رفتید. رفتنی می شوم. واقعی من رو نگاه می دارد. بیرون برایید. همه جا را می کابیم. چرا ایستاده اید؟ کنی برای چی را از ما پنهان میکنید؟ یگان چیزی پنهان میکردگی نداریم. زنها کودکها همش در یک خانه‌اند. مرحمت کابید. کابید. کنی شما اینجا را. چی نگاه داره دمک؟ هیچ. باز عاقل هست. آنجا را هم بینید گفتنیم. همه جا را درست تر کابید. زودتر. این چیست؟ نان و آب است. وقتی بسری زمین من میبریم.
دیگر کجاست؟ رفتیم. با من بیایید. میرویم. او در اینجا نیست. رفتند. زینب. دیلو؟ بابایم گفتن که آقای طاهر در خانه شماست. بله در خانه ما. پدرت اجازت میدهم که با او صحبت کنیم؟ البته اجازت میدهم. تو چه ها میگویی دیلو؟ درو. تو با کجا میروی؟ به مکتب. تو دیوانه شده ای زینب؟ در مکتب چی کار میکنی؟ معلمه بودنت رو فهمیده تو رو زنده نمیمونند. خواطر نشو. با این حالم معلمه بودنم رو نمیفهمند. تو باز با پدرم نگویی دیلو. مکتب رو خبر گرفته زود میآیم. زینب با دقت باش. خواطر نشو. دیگر به اینجا نمی آیند. اما احتیاط نیمی حیات گفتند. به هر حال اینها را پوشید مانند مردان دیه شوید تا که شما را نشناسند. شاید که رفته باشند. نه برادر، نرفتند. آنها آقای طاهر را کفته ایستادند تا نیابم بر نمیگردند. بیا دیلو، دختر اینجاست. آقای طاهر. چی شد دیلو؟ ببخشید. یک پیرزن خیشی خالای زلال خیلی بیمار است. حالش خوب نیست. چی شده است؟ نمیدونم با او چی شده است. پیرزن بیهوش است. تبی بلند دارد. بیمار در نقطه طبی است؟ نه، در خانه خالای زلال. خوب، مرا با اونجا بر. تو دیوانه شده ای طاهر. چه خیل بریم میبرایی؟ طاهر پسرم، به دست میافتی. پدر، حیات انسان در خطر است. اگر شناسند نجات نمییابید خدا. با این لباس مرا نمیشناسند. رفتین دیلو. پسرم. خدا من نمیدونم، لیکن با فکرم دکتر پریلو عاشق است. عاشق زو. به خدا راست میگوی سعید. بله همینطور آلدو. باز تو میدونی که قزبون با تو عاشق است. از تو بهترش رو از کجا میآورد؟ یک جوانی قد بلندی بقاتی بزبل است. به خدا راست برادر، راست میگویی. لیکن تو هم کم نیستی. کمی قدرت پس باشد هم آدمی با عقل هستی. در اینجا چی گفت؟ در اینجا چی کار میکنید؟ چرا اینجا را رنگ میکنید؟ از شما میپرسم جواب دهید. نه تنها ما گفتیم که این رنگ هست اسراف نشود، یعنی کاری خیر شود. گفتیم دیوار رو رنگ کردیم. برادر را مرا مسخره میکنید؟ نه به خدا که یا با من بازی میکنید؟ آخرین بار میپرسم چرا اینجا را رنگ میکنید؟ چون که کودکان در اینجا دست میخونند. یعنی در اینجا درس میخونند. تو خودت کیستی؟ من در این مکتب معلمم. مرا نغزکه گوش کن معلمه. اگر زنده ماندن خواهی این مکتب را نمیکشایی. غیر از این به همه اعلان میکنی که مکتب شاده نمیشود، وگرنه حال همه اتون بد میشود. تو مرا فهمیدی؟ بد میشود، بد. سر کنید. باش میتونم نکنید. برو برو. چرا نکنید؟ برو برو. باش میتونم. یا خرافی. باش میتونم. برو برو. یا خرافی. کنید. رفتیم. زتان.
апай Зайнаб, گریه نکنید. ما وعده میدیم که اینجا را باز مثل پیشینش میکنیم. فقط گریه نکنید. راست میگوید آلدو. اصلا نه چون پیشترش میکنید. قول میدهید. قول میدهید. بله. مثل پیشترش. مثل پیشترش. شما تشویش نکنید. مثل پیشترش. البته. چی شده است؟ این بیماری زکام است. دارو می نویسم. لیکن دارو مونده باشد نمیدونم. نقطه طبی در چه حال است؟ باز تیتو پریشان کردند. اما قسمی از داروها حالا هم در جایشون. خب اینطور باشد یک دارو گذارون. داروها رو از روی توصیه هم میدهی. خوب آقای طاهر. پسرم میته صحت میشود. انشالله صحت میشود. خواطر نشوید زیلال خانم. تو زحمت نکش پسرم، من میکنم. تو چی حال داری؟ خوب هستم، سلامت باشید. بله. کمی به خود آمده ای؟ به خانه آمده قوه گرفتم. در اونجا ترسیدم. مادر جان، شما یک عکس را افکندید. این عکس کیست؟ هیچ کس. می آیند. دو کس به اینجا می آیند. التماس نکشایید. اگر نکشاییم در را می شکنم. تو از اینجا گریز زودتر. در کجا؟ خدای خانه حمید رو میفته باشد. راست میگویی. آها انا خودشون حقشون رو میخواهم گفتم، اما به خدا کسی خواستهشون رو نداد. چه نمیدهند؟ از کی باز گپی ما در این دهن نمیگذشتگی شده است. اکنون ما را عصبی نکرده از سری هر خانه یک جوالی گندم جمع کنید. مرا فهمیدید یا نه؟ این ده قشاق است. مردم شکمی گرسنه کار میکنند. هیچ چیز را نمیدانم. میدهید گفتم میدهید، وگر نه همتان را نصف میکنم. دختر را نیافتیم گفتم ما را اذیت میدهید. گفته ما میشود. نخواهید ده را نصف میکنیم، فهمیده گیرید. زودتر گفتم را جمع کنید از هر خانه. زود باشید. چیکار میکنیم رئیس؟ یگانه علاج کار آن دختر را به آنها سپاریدن. آن زمان همه ما را ناراحت نمی کنند. این خیلی نمی شود رئیس. اگر یک بار تسلیم شویم فردا باز می آیند. چی کار کنیم معلمه؟ یگان چاره دیگر هست به اینها نگر؟ هست. این مکتب رو نکشو گفت، لیکن آن کشوده می شود. فردا کودکهایتان رو به مکتب فرستید. کنی چی شده؟ کمک کنید برادرو. ها کنی کنی یاردم کنید. کنی ها. حالا هم نامده است. یگان واقعه روی نداده باشد. خواطر نشوید آقای مصطفی. انشالله او را کسی نمیشناسد. اگر از من پرسید دختر به دهات هیچ مانند نیست. اگر بینند در حال او را میشناسند. راست میگویند. حمید برادر بیایید رفته خبر گیریم. خوب آقای مصطفی. رفتیم.
ایست گفتم. ایست. مگر نمیپرونم. رویت را گردان. و تو میگویم رویت را گردان. گرد. کی هستی؟ کی زبانت را فرو بردی؟ به دست افتاد. صبر کنید آقای مصطفی، کار را رسوا نکنید. دعا کنید که نشناسند. کانی رویت را کشا. نه، رویت را کشا. کی هستی؟ استو برات پسرم، نرسم پسرم. این کیست؟ چی میخوایی از پسرم؟ چی پسری تو؟ مگر او از همین ده است؟ بله. باز از کجا میشد؟ البته از این ده است. نباشه چرا گم نمیزند؟ مگر نمیبینی؟ بی زبان است. گپ زدن نمیتواند. چی زورت به او رسید؟ در دست سلاح سیاست میکنی. همین است مردی شما. شد فهمیده. رفته. راستش رو میداند. به فکرم فهمیده است. او را رها کردم. خیریت نشناخت. رفتیم آقای مصطفی، رفتیم. تو رفت. او را گرفته. به اینجا بیار برادر. خدا را شکر که نشناختم. خوب استی پسرم. دکتر زودتر رفتیم از اینجا. رفتیم وگرنه باز به دست میافتیم. رفتیم. السلام علیکم بابا. سلام قرض خداوند است. حتی با سلاممون علیک نمیگیرید. حالا همین خیلی خوب. برای به خطری ده در کو مکان گرفتیم. جانمون را در خطر گذاشتیم و به عوضش چی را میبینیم. شما را همه دوست میدارن، حرمت میکنن. اگر شما بر این آدم به ما دست دراز نکند، هیچ کس ما را پسند هم نمیکند. مردم بی عقل نمیدانند که ما برای آنها کوشش میکنیم. مبارزه‌مان برای آنهاست. صبر کن. تو از کدام جنگ گپ میزنی؟ این خلق نه جنگ را میدانند نه طرفدار جنگ هستند. این جنگی کیست نمیدانم، اما جنگی ما نیست. دیگر گفتنی ندارید؟ نه. آدم هایت را جمع کرده از اینجا رو و بار دیگر به این ده قدم نمان. این را هم دان که در این ده کسی پشتیبان شما نیست. هیچ گپ نه. یک روز میفهمید. روزی همتون میفهمید. لیکن دیر میشود. چنین رفتیم. آیا بیمارید؟ نه بیمار نیستم. هوا کمی تغییر یافت یا اینکه شمال خوردم. چی خوابتون نبرد؟ در ده همه بر وقت میخوابند. بله اینجا همین خیلی. پدرتون گفتند که با مکتب اومده شما رو تهدید کردند. بله، اما آنها هیچگاه به مقصدشان نمیرسند. لیکن بگوید که چرا شما از دیها نرفتید؟ رفتنی بودم نشد. چرا؟ هر باره که از اینجا رفتنی میشه آن سبب پیدا میشود. مرگ جمیله، تیر خوردن دادرتون علی، باز این بیماری سیرایت کننده. چی رو نقل کنم؟ با مهمونی اومده بودم، موندم، نمیدونم کی میروم. دیلو شما بخیر. یگون واقعیت دیلو؟ نه، من گفته بودتون رو کردم. داروها فایده کردن. تنها همین رو گفتنی اومدم.
اگر حرارتش رو فرا آورده باشه خیلی خوب. دارو دادن رو فراموش نکن. خوش بمانید. چرا فکر میکنی؟ سینان میبرایم. میبرایم. افسوس او رو نیافتیم. بگذار در ده گمان کنم که ما رفتیم. از نیتم نمیگردم. خاطر جمع باش. بدی. دکتر شکر خدا که آنها رفتند. باوری دارید آقای حمید؟ پدر باز این دم نباشد. نه دم نیست دخترم. نیسبی ده برفتنشان شاهیدند. بیناموس ها بکو برآمده رفتند. شکر خدا که رحم من را خورد. خدا را شکر. اکنون برام میبرایم. اول به نزدیکی لال خانم رفته خیر خوش میکنم. من به مکتب میروم پدر. خب دخترم رو. بی خواطر میتوانی روی. به شما روح سفید. سلامت باشید زینب. خدا یارتان باد. به شما هم. خدا حافظ. خدا نگهبانتان باد. طاهر چی شد پدر؟ بین تو و زلال خانم چی علاقمندی؟ شما چی گفتن میخواهید؟ تو را پسرم گفتنش رو میدانم. آغوش کردنش رو دیدم. همه این چی معنی دارد ها؟ آخر مرا تنها نجات دادن خود پدر. نفهمیدم. گریه حقیقی آن زن را دیدم. تو را فرزندش بر این با آغوش گرفتم. شاید در وقتی مرا با آغوش گرفتن پسرش یادش آمده است. از این رو گریسته است. همش همین. چرا میپرسید؟ مگر یکون چیز شده است پدر؟ نه هیچی نشده است. راستی من حیران شدم که چقدر او تو را با آغوش گرفته. پسرم گفت را با زلال خانم خیر و خوش کن. زودتر زیجا روی. پسرم رو خیر و خوش کن. خوب شد است پدر. خطا کردم. چیزی رو نمیدانم. ایستفتم. مرا گوش از جوت نجو. در مکتب بمب گذاشته شده است. بمب؟ همین که در را شده میترکد. بترکد؟ بله. با دقت باشید که کسی در را نکشوید. مرا فهمیدی دکتر؟ تو کسی چرا این رو با من میگویی؟ زینب با مکتب میایی؟ میایم معلمه. تو هم میایی؟ پدرم اجازت نمیدهند. من اجازت میگیرم. تو چی؟
برو زینب. пайрохаи такдир. فیلم سال 2011 در مسلک پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.